امان از این موهای فر. بیشک یکی از سخت ترین کارهایی که ما گرافیستا باید انجام بدیم حذف کردن بک‌گراند موهای فره. یه مقدار محدوده تصویرم رو گسترش میدم و با هر ابزار سلکتی که برام ممکن هست این فضای اضافه شده رو انتخاب میکنم و با یه رایت کلیک اون رو فیل میکنم. حتما گزینه کانتنت وی رو انتخاب میکنم و اوکی. یه چند لحظه صبر میکنم تا فعال بشه و بتونه سورس بگیره از نقاط همسانش و برای من بسازدش. یه دیسلکت همونطور که میبینید به خوبی این کار رو برای ما انجام داده. حتما روی لایه قرار میگیرم با ابزار لسو تول محدوده سوژم رو مشخص میکنم. عالی شد. Select and Mask. گزینه بعدی که انتخاب میکنم Select Subject. اوکی. و بعد میرم سراغ Refine Hair. بسیار خوب. حتما تیک این گزینه فعال باشه و اوکی. چه سلکت خوبی. حالا میتونم برای سولید کالرم هر رنگی رو که میخوام انتخاب کنم و به عنوان بک‌گراند این موهای فر در نظر بگیرم. نتیجه رو با هم میبینیم. اگه این آموزش رو دوست داشتی کانال من رو سابسکرایب کن تا از آموزش های بعدی هم که میذارم بتونی استفاده کنی.